مامانم زنک به هنر بود، از همه هنر بود. می اومد چپاندوزی، قرقدوزی، گلدوزی، همه چیزا میکرد، میدوختن و من یاد گرفتم. پیش به میشیشتم، همین ذوق کردم، همین ذوقش که من همین یاد گرفتم که من این خیلی میدوزم، این خیلی میکنه، من یاد میداد. حاضر اکنون من نیواره با یاد میتیم، دخترم با یک کس میکسم و خمسی با یاد میتیم. این کارپچه مابین یک هفته زیاد میدوزیم. بسیار کاری زحمتیه. نرخش 80 سوم تو 130 سومونه. این در گلش به در زیب زینتش به نگاه کرد میدوزی. من خودم دیزنده هستم، کرته می دیزم. باقی مانده لطه پاره ها رو وقتهای بیکاری پیش این همسایه آمده قراق دوزی رو آموخته ایستاده. من از جمهوری قزاقستان در جمهوری تاجیکستان اومدم. انا قطعی سالدات اومدم. من جدا 77 سال اومدم. 77 سال باز همجا زندگی میکنم. هر زندگیم سوز خوب، یگان شکایت نیستن. حال همسیو تو آدمای تاجیکستان بیخد آدمای مهربان رفت آمد میکنیم. رنگ خیش تبار خودم هم خیلی از سایده 6 تا فرزند شدم. عرف و عادت تاجیکی، پخت پز تاجیکی، من همه چیز تاجیکی آموختم. من این سال تابستان بچه خواهرم که اویلایشگاه آمدن، خیلی تماشا کردن، تاجستان معقول کردن، آدمای با مهر گفته خرسند کردم. من از کانیکول بعد نیوارم قزاقستان آمد. اونم یک 10 روز استوره با اومدنی با تابستان با تعطیل تابستان میبیم. روسیه اپایم میبیم میره، ما خدا میرم. ما رفت آمد همیشه داریم.